آیا به واقعیت نغمه هنرمند مشهور افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی خانم نغمه چرا از هنر موسیقی به دور بود؟ دلیل دوری نغمه از موسیقی چی بوده است؟ گفتنی های تازه شفیق مرید دامادش در این باره. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان های ترجمه کانال دنیا اینفو. شما خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، یکی از سلبریتی های محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند محبوب افغان است. اصالتا پشتون می باشد ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. از پدر و مادر پشتون دیده به جهان گشود. علاقمندان و دوستداران نغمه از مرزهای افغانستان عبور کرده است. این هنرمند دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه در کشور امریکا بعد از تحولات سیاسی اول در افغانستان زندگی می کرد. وی بعد از آن که شهرت و محبوبیت خوب کسب کرد، از شوهر اولش جدا شد. برای هنر موسیقیش را کاملا جداگانه و پیش برد. تصاویر نغمه در صفحات مجازی جدیدا نشر می شود که وی از همسر دومش هم جدا شده است و در کشور امریکا با دختران زندگی مستقل دارد. تازه تصاویر نغمه نشر می شود که وی وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است، ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.